ایرانسل رو دیدی؟ تا وقتی که یه چیزی ازت میخواد میگه ایرانسلی عزیز، کافیه که بهش بدهکار باشی میگه مشترک گرامی. اینکه تیکه سیم کارته به فکر خودشه، اون وقت تو از این آدما چه انتظاری داری؟ آدما تا وقتی بهت نیاز دارن کنارتن، صدات میکنن، دوستت دارن، بهت میگن چقدر خوبی، چقدر بودنت قشنگه. ولی وقتی کارشون راه افتاد، وقتی دلشون آروم شد، وقتی از تاریکی رد شدن، یهو یادشون میره که کی دستشونو گرفته بود، یادشون میره که کی شب بیدار بود واسه دلشون، یادشون میره تو کی بودی اصلا. آدما تا وقتی درد دارن نیازت دارن، تا وقتی تنهان، ترسیدن، بیپناهن، تو براشون عزیزی و مهمی و لازمی. ولی وقتی حالشون خوب شد، دیگه تو فقط یه خاطره ای، شاید هم یه پیام نخونده شده توی چتاشون. چیزی دردناکتر از این نیست که بفهمی دوست داشتنشون هیچ وقت به خاطر تو نبوده، بلکه به خاطر منافع خودشون بوده.